قطعاً اسلام زنده به عاشورا و به حسین ابن علی علیه السلامه. همونطور که فرمود و انا من حسین، بنابر این معنا که یعنی دین من، ادامه راه من به وسیله حسین علیه السلامه. البته مصیبت در عاشورا سنگینه، خسارت بزرگ است، جان کسی مثل حسین ابن علی علیه السلام به همه آسمان و زمین میارزه. جانهای پاک و طیب و طاهر اون اصحاب، اون جوانان، اون اهل بیت قابل مقایسه با جان هیچ کس دیگر نیست. اینها در این میدان به خاک و خون غلتیدند، فداکاری کردند، فدا شدند، حرم معزز پیغمبر و امیرالمؤمنین به اسارت افتادند. این حوادث خیلی سنگینه، خیلی تلخه، خیلی سخته، اما اونچه که بر تحمل این حوادث تلخ و سخت مترتب شد آنچنان بزرگ است، آنچنان با عظمت و ماندگار است که تحمل این حوادث سخت را بر کسی مثل حسین ابن علی علیه السلام و یاران او و خانواده او آسان میکنه. این رو بزرگان نقل کردن. مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملیکی رضوان الله علیه در مراقبات که حرف ایشون سند است، حجت است، ایشون هم تأکید میکنند این رو که در روز عاشورا هرچه مصیبت‌ها سنگین‌تر میشد، چهره حسین ابن علی علیه السلام برافروخته تر، آثار شکفتگی در آن بزرگوار بیشتر آشکار میشد.